سلام. اینجا آشپزخونه کارنه، اما به سبک سحر عاشقی. قراره با وسایل آشپزخونه کارن آشپزی کنیم. میخوایم رنگینک درست کنیم. خرما داریم، مغز گردو، دارچین، آرد و وسایل کار کردن توی آشپزخونه با کارن. اول هسته خرما رو میگیریم. حالا میخوام آرد بو بدم، ولی با مولتی کوکر. این دستگاه منوی تفت دادن داره، میتونید آردتون اینجا بو بدید. خب روغنم اضافه کردم، یکم دارچین میزنم، چی بوی عطری داره. خوبی این مولتی کوکر اینه که شما میتونید هر چیزی رو داخلش تفت بدین و انواع و اقسام خورش‌ها رو درست کنین. قراره با وسایل آشپزخونه کارن آشپزی کنیم. میخوایم با این خردکن سالاد شیرازی درست کنیم. چه راحته! قراره با وسایل آشپزخونه کارن آشپزی کنیم. یکی از غذاهایی که شیرازی‌ها واسه افطار میخورن کوفته هلو هست. علت این که بهش میگن کوفته هلو برای اینکه یک کوفته هایی رو درست میکنیم که اندازه یا هلوه، ولی هلو درش هیچ نقش دیگه ای نداره. مواد مورد نیاز: گوشت، پیاز، هویج، گردو، کشمش، آردنوپوچی، نمک و زردچوبه و فلفل. خوبی این خردکن اینه که وقتی میخواد چیزی رو داخلش بریزی میتونی از این بالا بندازی پایین بدون اینکه احساس خطر کنی. خودمونی ما آشپزی با این وسایل خیلی آسونه. یادم میاد وقتی که بچه بودم مادرم میخواست این غذا رو درست کنه، گوشت و پیاز و نخودچی رو برمیداشت میبرد با هاون سنگی میکوبید تا اینکه به شکل گوشت چرخ کرده در بیاد. چنان ورزش میدیم انگار که میخوایم کباب کوبیده درست کنیم. با دستکش نمیشه. من دستامو شستم، میخوام کوفته ها رو با دست درست کنم. کوفته ها حاضرن،
میذاریمشون داخل هواپز. به اون روش سنتی اگه قرار بود غذا رو درست کنیم باید روغن استفاده میکردیم، ولی الان بدون روغن این کوفته ها رو سرخ میکنیم. درجه حرارت رو گذاشتم روی 200 و زمانش رو گذاشتم 15 دقیقه. خوبی این دستگاه اینه که هم بالا هم پایین الیمنت داره. احتیاجی نیست که برای سرخ کردن کوفته ها اونا رو زیر و رو کنم. تا کوفته ها حاضر میشه ما باید براش مایه‌اش رو آماده کنیم. پیاز داغ گرفتم و مقداری گردو و کشمش داخلش ریختم و یه هویجم خرد کردم و اضافه کردم. حالا آب میریزم تا آب به جوش بیاد. زردچوبه و نمکم ریختم. این وسیله جون میده واسه آش درست کردن. به به چه کوفته ها خوب در اومدن، سرخ شدن. کتلت هم میشه اینجوری درست کرد. کوفته درست کردن با این وسیله آدمو خیالش راحت میکنه که کوفته باز نمیشه. در هر شکلی شما موفق میشید که کوفته درست کنید. حالا یه فرصت بهش میدیم که یه خورده دیگه داخل این آب بمونه و چند تا غل بزنه. برای چاشنی این غذا یا باید رب انار بهش اضافه کنیم یا شکر و آب لیمو. ما آب لیمو و شکر بهش زدیم، اما اگر رب انار داشته باشید به نظرم خوشمزه تر هم میشه. خب برای عطر شکم نعنا میرسه.